دختر فاحشه بچه پاک دامن نکاح درست نمیشد. بچه زیناکار دختر پاک دامن بگیرد نکاح درست نمیشد. الله سبحانه در سوره نور در آیات 26 میگوید الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. الله سبحانه و تعالی میگه که دخترای فاحشه برای بچهای فاحشه است. یعنی دختر فاحشه حق نداره که بچه پاک دامن بگیرد، رنگ خودش بچه بگیرد، یک فاحشه بچه را بگیرد. خب والخبیثون للخبیثات، بچه های زیناکار باید دختر زیناکار را بگیرد. و حق نداره دختری پاک دامن بگیرد. اینا بعضی بچه‌ها زنا کرده میگن صدا دختر کدی، بعد من میگم بهشون برای از زنی پاک دامن است بگیرم. من میگم بچه‌م برای از زیناکار بگی، برای که تو زنا کرده گشتی، برای که سخن الله های. و الطیبات للطیبین، دخترای پاک دامن برای بچه‌های پاک دامن است. و الطیبون للطیبات، بچه‌های پاک دامن برای دختران پاک دامن است. اولئک مبرؤون مما یقولون، اینا پاکن از او کارهای بد، اینها بری هستند، از چیزهای بد میگفتگی بری هستند. خب برای این سبب الحمدلله رب العالمین در دیگر جای قرآن میگه که دختر فاحشه بچه پاک دامن نکاح درست نمیشد. بچه زیناکار دختری پاک دامن بگیرد نکاح درست نمیشد.